بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. برادر بزرگوار جناب آجو علی صاحب، مجاهدین گرامی، اعضای حکومتی و همه برادران که در این محفل تشریف دارین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز با تحول با ختم جنگ در این شهر امیدواریم که سرآغاز یک آرامش و صلح سبب بشه که مدت‌های طولانی که مردم در جنگ با اضطراب و تشویش زندگی می‌کردند، بعد با قطع صدای تفنگ امیدواریم که زمینی بسیار خوبی بر آرامش بر مردم ما ایجاد بدهد. ما امیدواریم که برادرانی که در این شهر تشریف آوردن وسیله بگردن تا باشه که او اختناق و تشویشه ها و نگرانی ها، انفجاره ها و سایر تشویش هایی که زمینی بیکاری و فقر و ناداری و زمینی فرار مغزها از سرزمین ما مساعد کرده بود، بعدی به فضای صلح و آرامش طوری مبدل بشه که هر کس در خانه خود با سکون زندگی بکنه و باشه که زمینی کار بیشتر مساعد گرده تا فقر از سرزمین ما دور و دست ما گدایی ما از کشورهای بیرون کوتاه بگرده و مردم افغانستان با بی‌تر شدن شرایط خوب امنیتی سبب بشه که سرزمین خود با دستان توانمند خود آباد بگردانند و زمینی تحصیل و زمینی رشد کار و بخصوص فابریکات شرک صنعتی که مدت طولانی به حالت رکود بود به یک حالت رشد و شکوفایی سبب بشه که فقر و بیکاری از این سرزمین دور بگرده و مردم با یک آرامش همدیگر در آغوش محبت بگیرن و امیدواریم که بعد از این زمینه بگرده تا سایر ولایت افغانستان از این صلح و امنیت استقبال کنند، همه پالو همدیگر با پذیریش همدیگر و همدلی و هم فکری سبب بشیم که ما فضای کدورت و دلسردی که به نحوی در بین ملت ما ایجاد شده بود به فضای برادری، اخوت و همدلی ایجاد بگردد. ما از برادرایی که از صبح تا فعلا با اونا بودیم از برخورد نیک و روی دوستانه و برادرانشان اظهار تشکر میکنیم. امیدواریم که این فضای برادری همیشه باقی بمانه تا سایر برادران ما که در دیگر گوشه و کنار با دلهورگی زندگی میکنن پالوی همدیگر قرار بگیرن و تشویش‌ها و نگرانی را دور بگردانند و سبب بشه که افغانستان همون ترتیبی که آیه مبارکی که در این لوحه بزرگ پشت سر نوشته است ما همه با رسمان الهی چنگ بزنیم، همدیگر برادروار قبول بکنیم و زمینی کار و زمینی دوستی و محبت و همفکری در سرزمین خود ایجاد بکنیم. ما از برادرای خود بار دیگر هم اظهار تشکر میکنیم که از برخورد خوبی که نسبت به مردم هرات در طول مدت یک 24 ساعت کردن واقعا مردم راضی‌اند. امیدواریم که انشاءالله این رضایت تا وقتی که در این سرزمین نظام به این شکل ادامه داره انشاءالله باقی بماند. سلام علیکم و رحمت الله.